در دل جنگلی سرسبز و آرام درختی کهنسال زندگی می‌کرد. سایه‌اش مأمن پرندگان بود، ریشه‌هایش پناه جانوران و شاخه‌هایش در آغوش آسمان تنیده بودند. سال گذشته بود و درخت با افتخار به زندگی که به پیرامونش بخشیده بود نگاه می‌کرد. روزی مردی وارد جنگل شد، دستی پینه بسته و چشمانی پر از خستگی. تبرش را از دوشش پایین آورد و بر تنه درخت نزدیک شد. درخت نگاهی از سر تعجب به او انداخت و گفت: ای مرد، چرا به سراغ من آمدی؟ مگر من تو را آزردم؟ مرد چیزی نگفت. دستش را بالا برد و نخستین ضربه را فرود آورد. صدای ناله درخت از سراسر جنگل پیچید. درخت با صدای بغض‌آلود گفت: دست کم بگو چرا؟ مرد ایستاد، به تبرش نگاه کرد و آهی کشید. اگر می‌خوای بدانی، دسته تبرم از چوب توست. سالها پیش از یکی از شاخه‌هایت ساختم. حالا برگشتم. درخت با دردی عمیق زمزمه کرد: آه، از زخمی که میزنن، نه از سنگ که از خودی است. تبر دوباره بالا رفت. بزرگترین دردها را گاه نه دشمن بلکه کسانی میزنند که روزی از ما بهره بردند.